به قسمت دوم سری سروایول. آقا میخوام یه چیز قشنگ نشونتون بدم، پشماتون بریزه. 1 2 3. آقا فرم کاکتوس رو ببین بابا، باریکلا. زیرش هم خوشگل مشکل کردیم. چستشو باز کنیم مالی یک سگ و همین الان تازه تمام شده ساختیمش. دورش هم اومدم از این گندم ها کاشتم. ببین چه زیبا. اما چیز اصلی که امروز میخوایم بریم سراغش، داشتم اینو میساختم یه دفعه یه دسته پیلیجر ابله اومدن خونم با حمله کردم به کشتمشون و اینو گرفتم. ببینید رید میخوام برم شروعش کنم. خب ولی واسه این کاری خورده ضعیفیم، باید بریم یه حرکت هایی بزنیم، یه خورده قوی تر بشیم. بریم سراغش. Let's go. درخت زیبایم بگیرش. بالاخره ویژو پیدا کردیم. الان ما بریم داخل ویله. جنگ شروع میشه و احتمال مرگمون بسیار زیاده. آقا بریم ارشباد آباد.
بچه رید رو شکست دادیم. همطور که مشاهده میکنید توتم داریم. ای جانم کاری که الان قراره بکنیم اینه که یه تریدینگ هال بسازیم، ویلیجر بریدر بسازیم و اینجور رو داستانم. همش هم میخوام همینجا بسازم چون زیاد دور نشیم، چون بردن این ویلیجر رو میدونید که داستانای خودشو داره. میام اینجا رو صاف میکنم، پشت سرم میبینید واسه یه تریدینگ هال و میریم این وسط همین جای غذاها. اینجا رو میام تقریبا میزنم ویلیجر بریدر. اتوماتیک نمیخوام باشه، میخوام دستی باشه چون اتومات واقعا خیلی حس میکنم اوضاع خیت بشه. و همین دیگه، بریم که انجامش بدیم. Let's go. خب اول از همه باید اینجا یه دونه تریدینگ هال ویلیجر بریدر بسازیم. به 2 تا ویلیجر نیاز داریم. بریم سریع و سریع.